درود. امروز چهارشنبه 20 آگوست است و من طاهری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاه میاندازیم به سرخطی چندی از موضوعهای برنامه. در مرکز شهر دوشنبه قسمی از میدان عظیم فوتبال آتش گرفت که ساختمانش سالهاست ادامه دارد. مقامات سبب‌های فلاکت را تحقیق میکنند. حکومت پاکستان قصد دارد تا اول ماه آینده 100,000 پناهجو و مهاجر افغانستانی را از قلمروش بیرون کند. سازمان ملل می‌خواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه و ما حق ما داده شود. در ولایت سوخت برای خلاصی از کمبود نیروی برق و تامین منظم کارخانه‌ها و نیروی برق خورشیدی و پنل‌های آفتابی رو آوردند. پایه‌بر را از پنل‌های آفتابی تا 60% گرفته ایستاده‌ایم. شروع میکنیم از حادثه در مرکز دوشنبه. ورزشگاه نوی دوشنبه که ساختمانش هنوز به پایان نرسیده است روز 20 آگوست آتش گرفت. بنابر نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شد، یکی از قسمت‌های پایانی ورزشگاه آتش گرفته است. در نوارها دیده می شود دودی غلیظ از ساختمان ورزشگاه بیرون می آید. اداره آتش نشانی دوشنبه در بیانیه گفت که سوختار در قوطی‌های چوبین مساله ساختمانی سر زده است. کسی در این حادثه آسیب ندیده است. خبرنگاران رادیو آزادی روز چهارشنبه به محل حادثه رفتند ولی آنها را برای ثبت به داخل راه ندادند. ساختمان میدان فوتبال نوی دوشنبه از سال 2019 جریان دارد. آن را با کمک فدراسیون بین المللی فوتبال برای 30,000 تماشابین می سازند. مقامات هنوز سبب‌های دقیق آتش سوزی را نگفتند ولی اکثرا رعایت نکردن قاعده‌های امنیتی را از سبب‌های اصلی آتش سوزی و سوختار در انشاءات و خانه‌ها در تاجیکستان مینامند. خبر دیگر هم درباره فلاکت و آتش سوزی مرگبار ولی در افغانستان است. تعداد قربانیان صدمه یک اتوبوس مهاجران افغانستانی بازگشته از ایران در ولایت هرات به مرزی 80 نفر رسیده است. مقامات هرات گفتند که در نتیجه برخوردن این اتوبوس با 2 ماشین از جمله ماشین مواد سوخت در ناحیه گزارت در روز سه‌شنبه 19 کودک هم جان باختند. فلاکت در ولایت هرات در زمان رخ داد که اخراج پناهجویان و مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان همچنان ادامه دارد. کیومرث عطا گزارش می‌دهد. این پناهندگان افغانستانی بعد از باران شدید در یکی از باغ‌های اسلام آباد پایتخت پاکستان خیمه‌های پلاستیکی خود را خشک می‌کنند. آنها از منزل‌های اجاره بیرون شدند و جای برای رفتن ندارند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد معرکه اخراج پناهندگان را وسعت بخشد. سمیه 26 ساله نماینده قوم هزاره شیعه مذهب می باشد که در افغانستان مورد فشار قرار دارد. او 3 هفته پیش فرزند به دنیا آورده است. طفل ما افروزه بود اینجا آمدیم، افروزه بود که آمدیم 22 روزه شده که مشکلات شو باران، روز آفتابی، زیر گرمی، شو باران، خنک، خوراکای چیزی نداریم، چیزی بهداشتی با شگکم ندارم. دیگه دکتر نیست، مریض شده بود، سینه‌اش گرفته سلفه میکنه. این مشکلات خودم مریض. سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که پاکستان تصمیم گرفته است تا 1 سپتامبر از جمله پناهندگان رسمی افغانستانی را از این کشور بیرون کند. این سازمان میگوید احتمال بر پایه برنامه حکومت پاکستان تا 1 میلیون پناهنده اخراج شوند. فعلا در پاکستان 1,300,000 نفر سندهای رسمی پناهندگی و 750,000 نفر دیگر کارت‌های هویت افغانستانی را دارند که پاکستان به آنها تقدیم نموده است. در خیمه‌های پلاستیکی باغ مرکز اسلام آباد همراه با سمیه تخمیناً 200 پناهنده دیگر روز می‌گذرانند. آنها پولی به دست درآورده را برای خریدن غذا صرف نموده آن را همراه تناول می‌کنند. زنان در مسجد کنار پارک خود را به ترتیب می‌آورند. اما ساهره بابوری 23 ساله یکی از پناهندگان دیگری هزاره تشویش دارد که حال طفل در بطنش بوده چی خواهد شد. من هیچ یک زن باردن من نمیتونم، زن باردن مشکل زیاد داره که نمیتونه، زیاد پای درد میشه در باران. یک طفل در خورد در پیش گرفتن، یک طفل خورد در پیش نگاه کردن از این سخت است. امروز دیگه زنای باردار مشکلات زیاد می داشته باشه. زمانی که خبرنگار ریترز به دیدن پناهندگان رفته بود، در گوشه های پارک افسران پلیس پاکستان به چشم می‌خوردند. پناهندگان به خبرنگار گفتند
که افسران پلیس دائما به آنها تهدید میکنند که از باغ خارج شوند وگرنه بازداشت خواهند شد. افسران پلیس خبرهای اذیت دادن پناهندگان را رد میکنند. وزارت اطلاعات پاکستان هم به چنین سؤال خطی ریترز پاسخ نداده است. اکثر پناهندگان از بازگشت به افغانستان میترسند. پاکستان که از آغاز تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 به میلیون ها نفر پناهگاه داده است، در سال 2023 با بهانه جنایتکاری و جنگجویی پناهندگان افغانستانی اخراج آنها را شروع کرد. مقامداران افغانستان این عیبنامه را قبول ندارند و سمیه روی علف سبز پارک اسلام آباد منتظر است که اهل عالم برای آنها نیز کار خواهد کرد. سازمان ملل میخوایم که سرنوشت ما را معلوم کنه، بر ما حق ما داده شود. برمیگردیم به تاجیکستان. رادیو آزادی بعضی از جزئیات پرونده یک افسر میلیسا را پیدا کرد که برای شکنجه یک گمانبر به 13 سال زندان محکوم شده است. مظفر محمودزاده معاون سردار یکی از شعبه‌های کارهای داخلی در ناحیه شاه منصور در دوشنبه بود و بحثش در چند دادگاه شهر ادامه داشت. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مظفر محمودزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور تیر ماه سال 2024 دستگیر شده است. محمودزاده را بر اساس شکایت نزدیکان یک گمانبر شده و با اتهام شکنجه و بازداشت خودسرانه دستگیر کردند. افسر میلیسا که ظاهراً رتبه بلند داشته است، اول به شکنجه متهم شده، سپس وقتی بررسی پرونده در دادگاه ناحیه سینا اتهام او را به فراتر رفتن از حد وکالت خدمتی تغییر دادند. دادگاه ناحیه سینا ماه ینور امسال مظفر محمودزاده را به 5 سال زندان محکوم کرده و امر داده است که 112,000 سامانه جریمه و یا جبران پردازد، ولی نمایندگان دادستانی کل جزا را سبک خوانده به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کردند. نمایندگان دادستانی کل 10 آگوست در نشست خبری قضیه را چنین شرح دادند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، بعد این ناراضگی دادستانی، دادگاه شهر دوشنبه حکم دادگاه ناحیه سینا را بیکار کرده پرونده را برای بررسی دوباره به دادگاه ناحیه فردوسی فرستاده است. در دادگاه ناحیه فردوسی به رادیوی آزادی تصدیق کردند که مظفر محمودزاده به شکنجه و بازداشت خودسرانه گناهکار دانسته شد و او را به 13 سال زندان محکوم کردند. شکایت وکیلان دفاع محمودزاده از حکم در دادگاه بالای هم به تغییر گذاشته شده است. مرافع افسر پلیس پس درهای بسته برگزار شده است و برای همین نمایندگان 3 دادگاه در دوشنبه از ارائه جزئیات پرونده خودداری کردند. از جمله شخصیت نفری که معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور برای شکنجه او زندانی شده است تا این لحظه برای ما معلوم نیست. نمایندگان وزارت کارهای داخلی 7 آگوست در نشست خبری از این قضیه بی‌خبری کردند. معین کرده که سود دیده است از فرزندی والا مقامات کارهای داخلی بوده. هم نامش معین نکرده. یک بار کیه دیگه فرزندی کی است که میدونه تفت شد؟ من نشنیدم اینا. گفته ایستم که ما تفت شد میدونه شخصیت این کسی. این اکنون شنیده این مسئله خدمت. هر روز یک کارمند است ممکن بررسی می شود، جنایت است. تاجیکستان با سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه‌ها همیشه تنقید می شود. ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان گفت در نیمه اول امسال از احتمال شکنجه و بدرفتاری در مقامات قدرتی 7 شکایت ثبت کرده است. به گزارش ائتلاف مثل سال‌های گذشته اکثر شکایت‌ها از شکنجه از دست کارمندان ساختارهای وزارت کارهای داخلی است. مولا رجب یوسفی امیری صایف، آزادی، دوشنبه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. مسئولان بعضی از کارخانه‌های استحصالی در شمال تاجیکستان راهی خلاصی از کمبود نیروی برق را یافتند. از جمله کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی سوخت امسال پنل‌های خورشیدی نصب کرده است که در صورت قطع نیروی برق امکان می‌دهد هیچ دستگاهی از کار نماند و استحصال همچنان ادامه یابد. در تاجیکستان کمبود نیروی برق در فصل تیر ماه و تابستان یک دردسر برای کارخانه‌های صنعتی است و از این رو آنها راه‌های خلاصی از این دردسر را سال‌هاست که می‌جویند. فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
بهار امسال کارخانه مساله ساختمانی ارچه نزدیک به 400 لوحه یا پنل آفتابی را از چین آورده و در 1000 متر مربع نصب کرده است. سران کارخانه میگویند این پنل ها 218 کیلووات ساعت برق میدهند و خرج آنها در 4 سال خواهد برآمد. در حالت حاضر استحصال قوه برق ما طلباتی که ما استفاده میبریم قوه برق را از پنل های آفتابی تا 60% گرفته ایستاده ایم که این در یک ماه به مبلغ 25,000 سومانی فایده کرده ایستاده است. کارخانه ارچه در منطقه آزاد اقتصادی سوخت قرار دارد. رهبر این منطقه در نشست خبری قبلی گفته بود که کمبود برق برای تأسیس 10 کارخانه نو مانع شده است. حالا او میگوید تجربه صاحبکاران همسایه کشور تاجیکستان را استفاده میکنند. ما سفری کاری فرغانه داشتیم. فرغانه داد همونجا همین فابریکه پنل های آفتابی ما باید دعوت کردیم حاضر من روزهای نزدیک و دعوت به عمل میارند و با همه صاحبکارا ما شناسایی پیدا میکنیم که با همین همکاری کنند که همه با همین پنل های آفتابی کارفرمای شوند. کمبود برق در شمال تاجیکستان نه فقط به خانواده ها در فصل زمستان مشکل پیش آورده است، بلکه به گفته صاحبکاران بنیاد کارخانه های نو را زیر سوال برده است. نمایندگان شرکت برق تاجیک در ولایت میگویند تاجیکستان با بنیاد نیروگاه‌های نو این مسئله را حل خواهد کرد، ولی تا آن زمان سران منطقه آزاد اقتصادی سوخت عزم دارند راه‌های دیگری حل این مشکل را یابند. شرکت خیتایی ما دعوت کردیم اومدن همین ما گفتیم که همین وایبه منطقه آزاد به همین اویدی کارخانه همین پنل های آفتابی کنند بعد چراغ های روشنی دهنده آفتابی انا همین هم برآورده و کنند که مهلتی ویش میگه ما اگر همین سازیم اگر 25 سال یک همون چراغ های روشنی دهنده 25 سال خدمت میکرده است. ولایت سوخت زیاده از 1200 کارخانه صنعتی دارد و در آنها 260 نمود مال و محصولات برآورده می شود. قسمی از این کارخانه ها در منطقه آزاد اقتصادی جای گیرند و از امتیازهای دولتی برخوردارند. فعلا در این منطقه بیشتر از 40 شرکت داخلی و خارجی کار میکند و با 10 کشور جهان داد و گریفت دارند. قسمی از این کارخانه ها با گاز طبیعی کار میکنند که 5 سال پیش بعد تنفسی چند ساله انتقال آن از ازبکستان از سر گرفته شد. منطقه آزاد اقتصادی سوخت قریب 20 سال پیش در حدود 320 هکتار بنیاد شد. این اولین تجربه جلب سرمایه بود که نسبتاً موفق شمرده می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه گفته است که امسال تعداد فرزندان مهاجران کاری که به مکتب‌های ابتدایی و میانه قبول شدند نظر به گذشته بسیار کم شده است. او در یک بیانیه در تلگرام در روز 20 اوگوست نوشته است که سبب کاهش قبول قانون در ماه اپریل است که اجازه نمی‌دهد آن بچه‌های مهاجران را که زبان روسی را نمی‌دانند به مکتب‌های روسیه قبول کنند. ویاچسلاو ولودین شماره دقیقی را نآورده است ولی گفته است که مثلا در ولایت نیژگورود عریضه‌های مهاجران برای قبول فرزندانشان به مکتب 10% و در ولایت ورونش 7% کم شده است. 15 دقیقه که برای برنامه خبری بود تحلیلی اخبار آزادی داشتیم به پایان رسید. اگر میل دیدن ویدیو و خبرهای بیشتر را دارید پس سر بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.